یه روز دوستم برگشت بهم گفت تو که تراپی میری و چند سال روانشناسی میخونی، اگه بخوای خلاصه دیتاهاتو توی 1 دقیقه بهم بگی چی میگی؟ بهش گفتم ببین، هر آدمی که وارد زندگیت میشه و یه زخمی رو دلت میذاره، اون آدم میخواد یه درسی رو بهت بده که تو باید اون درس رو پاس کنی. هر کسی که تو رو ترک میکنه داره بهت یاد میده چطور روی پای خودت بایستی. هر چیزی که اذیتت میکنه داره صبر رو بهت یاد میده. هر چیزی که عصبانیت میکنه داره بهت بخشش و دلسوزی رو یاد میده. هر چیزی که رو تسلط و قدرت داره بهت یاد میده چطور قدرتت رو برگردونی. هر چیزی که ازش متنفری بهت عشق بی قید و شرط رو یاد میده. هر چیزی که ازش میترسی بهت شجاعت رو یاد میده. هر چیزی که نمیتونی کنترل کنی بهت رها کردن رو یاد میده. یه لبخند زد و گفت چه جالب. میدونستم از الان میره که درسای زندگیشو پاس کنه. بهش گفتم ولی یه جا به خودت میای و میگی بسه، من نمیخوام درسامو پاس کنم، نمیخوام کامل باشم، من اصلا نمیخوام خوب باشم. اینجا همون جاییه که باید خودتو ناقص بپذیری، همون جوری که هستی، با همه ایرادایی که داری، و به خودت عشق بدی بدون هیچ شرطی. اون موقع آدمای اطرافت به جز ظالماشون رو میتونی بپذیری و دوست داشته باشی. میدونی از نظر من عاجز شدن، اونجایی که دیگه واقعا کم میاری، میتونه نقطه عطف زندگی هر آدمی باشه.